سلام رفقا. امروز میخوام در مورد یه موضوع خیلی مهم صحبت بکنم. چطور به عنوان یه آدم درونگرا میتونیم توی جمع دووم بیاریم؟ این سوال خیلی هست بدون اینکه خسته بشیم یا مضطرب بشیم. اول بذار با یه سوال شروع کنیم. تا حالا شده برید مهمونی یا جلسه کاری یا حتی یه دوره همی ساده بعد از نیم ساعت حس کنید باتری تموم شده و کاملا خالی شدی؟ انگار همه انرژی تخلیه شده و فقط دلت میخواد زود برگردی خونه و تنها باشی. اگه این تجربه رو داشتی احتمالاً درونگرا هستی. ولی خبر خوب اینه که درونگرایی ضعف نیستش. اتفاقاً یه سبک متفاوت از پردازش اطلاعات و تعامل با دنیاست. حالا تعریف علمی درونگرایی چیه؟ اصطلاح درونگرایی اولین بار در واقع آقای کارل یونگ روانشناس معروف سوئیسی سال 1921 مطرح کرد. آقای یونگ گفت آدم‌ها بر اساس انرژیشون در واقع بر اساس اینکه انرژیشون از کجا میگیرن به دو دسته کلی تقسیم میشن. یک، درونگراها که از تنهایی شارژ میشن. دو، برونگراها که از تعامل اجتماعی در واقع انرژی میگیرن. حالا پژوهش‌های مدرن این تفاوت‌ها رو هم تایید کردن. مثلا نظریه شخصیت آیزنگ نشون داد که سیستم عصبی درونگراها حساس‌تره. یعنی مغز یه درونگرا به محرک‌های محیطی سریعتر واکنش نشون میده. حالا در سطح بیولوژیک تفاوت‌هایی توی سیستم دوپامین هم وجود داره. تحقیقات دانشگاه هاروارد نشون داد که برونگراها به محرک‌های پاداش دهنده حساس‌تر هستند. برای همینه که مثلا یه مهمونی شلوغ برای برونگراها مثل شارژر میمونه. ولی برای درونگراها بیشتر شبیه تخلیه باتریه. فکر کنم اینو همه ماها تجربه کردیم. اگه درونگرا باشی دوست داری فقط فرار کنی بری خونه و یه جای آروم و ساکت. ولی برونگرا که باشی دوست داری با همه صحبت بکنی، بری پیشون یکی انرژیتو خالی بکنی و با همه دوست بشی، بگی و بخندی. خب حالا چرا درونگراها توی جمع‌ها زود خسته میشن؟ دلیلش فقط خجالتی بودن نیست، بلکه مکانیزم مغزی و هورمونی پشتشه. یکی از عوامل اصلی هورمون کورتیزوله. در واقع یک سری مطالعات نشون داده که سطح کورتیزول درونگراها توی موقعیت‌های اجتماعی سریعتر بالا میره، یعنی همون هورمون استرس. ولی از طرف دیگه فعالیت آمیگدالا، همون بخش مغز که مسئول واکنش‌های هیجانی و ترسه، توی درونگراها قوی‌تر عمل میکنه. پس وقتی وارد جمع میشی مغزت زود اوورلود میکنه. یه مثال ساده واسهتون بزنم. تصور کن توی یه عروسی، توی مکان شلوغ، یه جایی هستی که یه موزیک بلند، آواز، نور زیاد، آدمای مختلف که میخوان باهات صحبت بکنن هستن. برای یه برونگرا این بهشته. بیاید با هم دیگه صادق باشیم. ولی واسه یه دونه درونگرا شبیه بمبارون حسیه. من یه دوستی داشتم خیلی باهاش صحبت میکردم، بعد درونگرا بود. یه بار داد زد بلند سرم گفتش که بابا ولم کن من درونگرا. و از اون موقع به بعد دیگه من سعی کردم که زیاد اذیتش نکنم. حالا استراتژی‌های بقا توی جمع چیه؟ بریم سر اصل مطلب. چه استراتژی‌هایی هست که کمک کنه توی جمع‌ها نه تنها زنده بمونیم بلکه واقعا خوب عمل کنیم؟ اولیش آماده سازی ذهنی قبل از رویداد، در واقع قبل از اینکه وارد اون جمع بشی. تحقیقات روانشناسی مثبت‌گرا نشون میده در واقع یه هورمونایی هستن که در واقع تجسم مثبت قبل از رویداد میتونه سطح استرس رو در واقع پایین بیاره. یعنی قبل از مهمونی خودت تصور کن که راحت داری با چند نفر صحبت میکنی، لبخند بزنی، بعدش حس خوبی داری. دوم، هدف گذاری اجتماعیه. یعنی به جای اینکه بخوای با همه معاشرت بکنی فقط روی 2 یا 3 نفر در واقع یه گفتگوی عمیق و تمرکز کن. در واقع یک سری مطالعات در واقع نورتون و دام تو سال 2013 نشون داد کیفیت روابط خیلی بیشتر از کمیت روی رضایت و خوشحالی تاثیر داره. سوم، پیدا کردن سیف زون. یه فضای امن واسه خودت پیدا کن. ممکنه یه بالکن خلوت باشه یا حتی سرویس. تحقیقات نشون داده حتی 5 دقیقه استراحت میتونه سیستم عصبی رو رست کنه. چهارم، استفاده از زبان بدن ساده است. لزومی نداره زیاد صحبت بکنی. یه تماس چشمی کوتاه، یه لبخند ملایم. در واقع این کار میتونه 70% بار ارتباطی رو منتقل کنه. 5،
زمان بندی انرژی. این نکته مهم بهتون بگم، درونگراها معمولا صبح یا اوایل روز انرژی بیشتری دارن. مطالعه دانشگاه میشیگان تو سال 2015 نشون داده سطح تمرکز و تعامل اجتماعی درونگراها بعد از ظهر کاهش پیدا میکنه. پس اگه میتونی برنامه‌های اجتماعی مهمت رو بذار ساعت اولیه روز. حالا بخش چهارم صحبتامون بازیابی انرژی بعد از جمعه. خیلی مهمه که بعد از هر رویداد در واقع اجتماعی، بعد هر کاری، یه زمان ریکاوری واسه خودت بذاری، یعنی مغزت رو دوباره شارژ کنی. حالا چجوری؟ یه دونه مدیتیشن میتونی انجام بدی، 5 دقیقه 10 دقیقه، یه پیاده روی ساده انجام بدی، به موزیک گوش کنی، به موزیک آروم گوش کنی، یا حتی مثلا میتونی توی سکوت بشینی. یک سری تحقیقات نشون داده که درونگراها وقتی بعد از جمع فرصت تنهایی داشته باشن خیلی سریعتر تعادل عاطفیشون رو به دست میارن. خب بذار یه جمع‌بندی کنیم. درونگرا بودن ضعف نیست. مغزت فقط یه سبک متفاوت از پردازش داره. پس به جای جنگیدن با طبیعت خودت یاد بگیر چجوری ازش استفاده کنی. پس یادت باشه قبل از جمع آماده شو، توی جمع روی روابط با کیفیت تمرکز کن، به خودت زمان بده و بعدش حتما ریکاوری کنی با کارهایی که گفتی. تو میتونی هم خودت باشی هم توی جمع‌ها بدرخشی، فقط با استراتژی درست. حالا نوبت شماست. تو چه ترفندی واسه بقا توی جمع داری؟ واسم توی کامنت ها بنویس، چون احتمالاً کلی تجربه جذاب داری که میتونه به بقیه هم کمک بکنه. مرسی که تا اینجای ویدیو با همون همراه بودید. به امید دیدار مجدد.